ضحاک، کسی که 1000 سال بر ایران حکومت کرد و به خونخواری شهرت داشت. ضحاک، کسی که 1000 سال بر ایران حکومت کرد و به خونخواری شهرت داشت و در زمان حکومتش علم و هنر خوار شد و ظلم و ستم بیدار شد و دو مار بزرگ بر دو گوشه بدن داشت. ضحاک اسیر صخره‌های دماوند کوه، سیاهی مدفون دماوند شد و سپیدی قدر کرد. آزادی این گونه پدید ایران شد، این گونه